امروز جام جهانی فوتبال به تاجیکستان آورده شد. مراسم با شکوه استقبال جام جهانی فوتبال در فرودگاه بین المللی دوشنبه دایر گردید. هیئت مهمانانی را که جام جهانی فوتبال را به تاجیکستان آوردند، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی پشواز گرفته، تمام مخلصان فوتبال را با این رویداد تاریخی شادباش گفتند. مورد ذکر است که جام جهانی فوتبال را فوتبالباز معروف جهان، قهرمان جهان و اروپا، قهرمان دو کرته لیگ قهرمان‌های اویفا، سابق نیم حمایتگر مشهور منتخب فرانسیا کریستیان کرامبه به دوشنبه آورد. جام مذکور را اینچنین نمایندگان فیفا و شرکت کوکاکولا همراهی نمودند. با اقدام و تشبث فدراسیون فوتبال بین المللی و شرکت کوکاکولا، سایر جام جهان اوید به فوتبال ادامه دارد. باز یک صحیفه تاریخی خاطرمان در مملکت به وقوع پیوست. بار نخست این جام توسط هواپیمای مخصوص به تاجیکستان آورده شد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی و دیگر نمایندگان کمیته های مربوط به ساحه مهمانان عالی قدر را استقبال گرفتند. پیشواز صمیمی مهمانان بار دیگر ثابتگر آن است که در جمهوری تاجیکستان فوتبال همیشه مورد توجه خاصه قرار دارد. ابتدا از 9 سپتامبر سیاحت جام جهان ادامه دارد. جام با 50 کشور 6 قطعه جهان دور گشته امروز به وطن محبوب ما رسید. غالب دو کرته چمپیونات جهان و اروپا، سابق بازیگر معروف منتخب فرانسه کریستیان کرامبه از استقبال صمیمانه عرض سپاس نمود. از جانب نمایندگان فدراسیون فوتبال بین المللی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی نسخه جام جهان تقدیم کرده شد و سلسله سفر جام مذکور نیز بعد از این ادامه می‌یابد و ماه می سال روان به مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان انتقال داده می شود. در پی این مراسم با اشتراک مهمانان و مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مجمع کاخ باربد شهر دوشنبه نشست خبری برگزار گردید. جام جهانی فوتبال را که در هواپیمای مخصوص به فرودگاه بین المللی دوشنبه آوردند، فوتبالباز معروف کریستیان کرامبه، قهرمان جهان و اروپا، غالب دو کرته لیگ قهرمان‌های اویفا، سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه راهبردی می‌کند. با جام طلایی که در ویترین یا خود قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ باربد گذاشته شد، هزارها ساکنان محلی عکس برداری کردند. باید گفت که سیاحت جام قهرمانی جهان اوید به فوتبال ماه سپتامبر سال گذشته از ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو شروع شد. خط سیر این سیاحت تا ماه دکمبر سال 2017 در 16 شهر روسیه دایر گردید. بعداً جام برای چهارمین بار به سیر جهان برآمد. اولین سیاحت آن سال 2006 دایر شده است. جام جهان تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه 126,000 کیلومتر را در زیاده از 50 کشور سیر کرده، سپس به مسکو برگردانده می شود. یادآور میشیم که بازی‌های مرحله نهایی قهرمانی فوتبال جهان 2018 از 14 ایون تا 15 ایول سال روان در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شوند. بعد انجام بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان 2018 که 15 ایول در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برپا می‌گردد، جام جهانی فوتبال در مراسم با تنطنه به دسته قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد.